عمر تو خزان شد مادر، برای چهره چین عیان شد مادر. هم نخور مادرم دلم گرفته، خنده بر لبانت نخوان شد مادر، خنده بر لبانت نخوان شد. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده های ما. امروز ما در طرفخانه زیبای طاهر بابا مهمان هستیم. امروز نکاحی عادل جان و مناجات بانو شده ایستاده است. امروز تبریکات از نام مسافران، از نام نادرکه و همچنان از نام عادل جان پدر مادر را تبریک میگیم. این لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم میبینیم. با ما باشید. با آغاز کردیم. شاهنام آمادگی حاضر اجازت بدادتان. من نوبت انمی دسته هنری شاهنامبتیم مرحمت نوبت شما مرحمت. امروز شاگرد عزیزم همسایه عزیزم حسین جان عزیزم امروز دسته هنری شامکتی برای تبریک کردن شاه و ملکه امروز، برای تبریک و تحسینات کردن پدر و مادرشان شما مهمان های عزیز امروز سردار گروه شاهنام حسین جان آمدگی مرحمت دادر عزیزم نوبت شما با خوش آمدن همه شما. با ناز و ترانه اومدم با شادیانه مبارک توی است برایتان سلام آوردیم، صد مهر و محبت و پیام آوردیم. داماد و عروس با شما ما امروز اقبال و بختی بر دوام آوردیم. سر اول سلام و درودی به پایان. السلام علیکم اصیلزاده ها، پدر مادران عزیز، مهمانان. حضور مبارک شما را به این طرفخانه زیبا و به هوای آهلیک عزیزمان، به طرفخانه طاهر بابا، به توی نکاحی شهنشاه و گلعروس نازنین امشب عادل جان و مناجات بانو خیر مقدم و خوش آمدن میگوییم. نور دیده تاج بر سر است. البته باعث تشریف ما در اینجا از آن است که میخواستیم صاحب تویان را، پدر مادران عزیز را به صحنه خوانیم، آنها را در این لحظه های خرسندی شادیانه تبریک و تهنیتشان گوییم. مرحمت برهادیکه منظور آیتی، همچنان شبنم بانو را و مادر گلعروس نازنین مادر کیلین پاشا را تکلیف میکنیم. مرحمت شما را میخواستیم به صحنه. نزدیکتر آمدنتان را امروز روزی خرسندی شادیانه است. توی داری توی خوشی با برار خواهم به تو، آبرو و اعتبار خواهم به تو، در راهی پرپیچ و تابی زندگی وقتی خوشی با برار خواهم به تو. پیش چشمت لاله سرخی بهار، سیر لاله در بهار خواهم به تو. توی داری توی خوشی با برار خواهم به تو، آبرو و اعتبار خواهم به تو. مرحمت تویداران شما را به صحنه تکلیف میکنیم. برهادی آمک اگر بمالال باشیم یک لحظه شما را میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم. السلام علیکم. برهادی آمک توی مبارک. بزم زیبایی فرزند را مبارک باد میگوییم. مبارک باشد. برهادی آمک یک ابرمردی دهه آهلی که ما انسانی خاکسار، صمیمی، مهنت دوست و با مهنت حلال من فرزندان را، 3 فرزند را به پایان رسانده ایستادند. خدا حضور و حلاوت فرزندان را دیده گشتن نصیب کند. برهادی آمد راستی از خورده میشناختم، نمیدانستم که پادشاه خاندان ما هستند. بگذار دمی پیری و دولت پیری را همراه خواهر عزیزی من دیده گشتن نصیب کند. گلعروسی آمده ایستاده به پای قدم بیاید. همین بالای کراوت با از کار و تشویش های زندگی بیکار ماندگی وقت بشیدم با که این پاشا بیاید و ملامک چای کبوت می چای سیاه میگوید اگر برای شما بس است. آن تشویش ها، آن بار هلاکی های زندگی از دوش شما دور می شود. امروز شما را از نام عادل جان، از نام شبنم بانو و شخصا از نام مسافر فرزندتان، از نام نادر جان صدقاً تبریک میگویم. گفتن چون دانه زیکشتی پدرم میفخرم. پدر عزیزی من، ما خود را میدانیم که مهنتی حلال میکنم و گرمی آب و هوا، خنوکی آب و هوا به نگاه نکرده در بازار مهنت میکنم. ما افتخار میکنیم که با مهنت حلالشان، با لقمه حلالشان ما را به پایان رساندند.
پدر تو کوهی بر آسمان، ما کوه پاره ایم. تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم. بیرون شدن ز راه تو بر ما فلاکت است. تو مثل راه آهنی، ما چو قطاره ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی، تا ما شدیم به پا تو خود دردی پا شدی. سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی، بی مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی. چون تیر ماه می دهی تو آخرین ثمر، ای باغبانی باغ ما بر ما غنیمتی. امروز روز خرسندی مبارک، بزم زیبا مبارک باشد. میرهادیامک سال آینده در آن خاندانی که با مهنت حلالتان همراهی منظورایتیم برپا کردید، آواز زنگوله گوهره برآید. خداها یک ندو گوهره کلام برداشته بیاین و خاندانتان و گوهره بندان شود و نامهای نبیره ها از خاطر برآمدن نصیب کند. روز خرسندی مبارک باشد. منظورایتی السلام علیکم، تویها مبارک باشد. بزم زیبا را مبارکباد میگوییم. مادر جان کلین پاشا، مادر کلین پاشا مرحمت، شما هم تکلیف میکنیم. منظورایتی این رشته خداوندی هزار ساله ها شود. کلین پاشا با پای قدم بیاید. به خاندان شما بردباری، سعادتمندی، نویره های شیرین را تحفه سازن همراهی عادل جان. امروز منظورایتی شما را از نام عادل جان، از نام شبنم بانو، از نام نادر جان که در مسافرت است تبریک میگویم. تا در آمد منظورایتی صحبت کردیم همراهی نادر جان. گفتن سنجان فردا زادروزی مادری من، زادروزی بهشت خاندانی ما، گل ثبت خاندانی ما، مادری مهربان که با ناز و با مهر و با محبت ما کلام کردند. یگان سخنهایمان را به زمین نماندند. هر آن چیزی که میپرسیدیم همراهی پدرم برای ما مهیا کردند. از این طرف سیدیانشان بود. و مادر جان ما تبریک گوید با اولین کلین پاشاشان، با اولین عروس خاندانمان. خدا کند که تویها بالای هم شود و از خدا میپرسم که مانند خودشان یک عروس برای ما هم نصیب کند و سال آینده با خاندان ما باز توی شود آمده تبریک کنید. گفتن شما را تبریک کردن فرزند عزیزتان. میگویند میرسد فارم به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روضه و رضوان جانم در نگاه گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلام، گیریمو بر دیده مالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، که ایستاگویم چی کردم من برای مادرم. بیهادیامک خدا کند که امروز داماد و عروس ایزی پای قدمی هر دوی شما را زیر کنند. قیشه نبیره ها به دنیا بیاید. خداها سال آینده خیلی هوای گرم را آمده خاندان تا ما گوهره بندان شود و شما باز من بابا شدم گفتم تلفن کردم های جیب زنید و ما آمده تبریک کردن نصیب کند. امروز روز خرسندی به چی نیت ها کنیم؟ جامعه عمل می پوشید است. منظورایتی میگویم من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود. نامبردار میرهادیامک، نامبردار عادل جان گردد میانی مردمان. نام فرزند نخستین نام پیغمبر شود گفتگی ها. یعنی قرصه که بلند زنه با افتخار صاحب تویان تویهایشان مبارک باشد. البته میرهادیامک سال آینده همراهی منظورایتیم زیارت عمره، زیارت حج اکبر نصیب کنند. همون کاشانه پر از فیض شما با محفل ها، تشویش های شیرین نبیره ها، حج آشی ها شود و با چنین نیت ها در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین از نام مسافر فرزندتان نادر جان برای شما تقدیم میکنیم. قبول کنید. مبارک باشد. مرحمت. سلام مادر، برایت احترام مادر، همه سختی ها بیگذشت و عشق بازم برا مادر.
شما را برای شما از نام برادرتان نادر جان و عادل جان تشکر میگویم که هر دو اکاها در مسافر شده کار کردند. گفتند که یکا و یگانه ارکه خاندان ما، خواهر نازنین ما، وقتی که ما در مسافرت بودیم برای پدر مادرمان خبرگیرک دستیار جای ما معلوم نکرده و خوشبخت است که هر دقیقه و هر لحظه ها میتواند پدر مادر ما آغوش کند، از آن روی های پر از نورشان بوسه ها زند. ما باشد دوست می‌داریم خواهر یکا و یگانه من را و امروز خواستیم با امروزه توی نکاحی برادرتان شما را تبریک گوییم. شبنم بانو از نام نادر جان، از نام عادل جان شما را تبریک و تشکر میگویم برای هستیتان، برای مهربانی برای پدر مادرتان. میگویند دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر عزیز روز خرسندی مبارک باشد. خدا خالا تویلر مبارک bo'lsin. Bugungi yaxshi kun bilan, ezgu kun, unutilmas oqshom bilan sizni tabriklaymiz. Farzandlar nomidan qabul aylang. Ishlarim yurishib ketsa galmagal, kamlarim, g'amlarim etsa butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, dardimga hech davo etmagan hamon. Onajonimni Makka tillovni Makkaga olib boraman. البته بار دیگر همه شمایان را تبریک میگویم و از نام مسافر فرزندتان، از نام نادر جان در اینجا گلدسته های زیبا داریم. شخصا برای منظورایتی آمد جشن زادروز مبارک. در روز زادروزتان کلین پاشا برای شما تحفه هستند. کلین پاشا مناجات بانو همچون دختروار قدم گذارند و از پگاه بیولا جان گفته پروانه شده در اطراف شما در خدمت باشند. مرحمت. با قرصک ها گلها را یک تا تقدیمشان میکنیم. مرحمت. وقتی دعایم کن دوبارم سحر بدی و برای شبنم بانو مرحمت. برای خدا خالا به درگاهی خدا زاری نمودم مبارک باشد. سحر بدی نمازی بام دادم. مهربانی آمد اتاق شرکت تبریک کنیم فرزندای برای نادر جان که در مسافرت است. یک دعا کنیم خاکی که از زمین میگیرد زر گردد. مرحمت. السلام علیکم. خوش آمده هم یکتون در گوی مونبا مانا گلیم وای کسی چی نیتو دارن همین بس یکم نیتوشون براسم نادر جان اینجا سلامت خدمت کرده همین صحبه کردیه همین مونم همین چی میگیم برای چقدر میگیم میگیم خوشا قرمیش کنم چی نیت دارم نیتو براسم. ای رحمت. سلامت باشید. تشکر. منظورایتی مرحمت. السلام علیکم. خوش آمدید. نوریدیده تاج سر مهمونکای عزیز نادر جان خوب. سلامت باشید. خدا خدا. مرحمت. السلام علیکم. avvalambor xush omadید. با یک گمنام الهیم اکم کتی خوشت پیر شوم. اون وقت صاف سلامت باشم. دیمم با جشن آمایستگیشون تبریک و مبارکباد میکنم. همه وقت صاف سلامت دادم که خوشت پیر شوم. هزار رحمت. تشکر میگیم و البته مهمانان عزیز در خدمت شما جامعه تبریکاتی شهران بودند. بهر توی دوران توی ها مبارک. این لحظه های خرسندی بردوام باشد. میرهادی آمد هر سال آنخیل آمده تبریک کردن برای ما نصیب کنند و از صحنه رفتنش نیست. شمایان را به اولین رقص تکلیف میکنیم. آن نفرانی که برای تبریک امروزه تویداران برآمده همراهشان رقصیدن ممکن است جور کنید رباب را سوره تار بیرسد. جوره کشید جام را میل خمار میرسد. باز به گوشی آسمان دائما سوالم سنکیش با نگاهی بس کمرشون دائما سوالم سنکیش یا تو روی من با که
بودم از اون چشم من رو برباد از اون چشم از اون چشم من رو برباد از اون چشم اینک عزیزان امروزه شه و عروس را پدر مادر را در روز خرسندی اعضای مسافر فرزندشان از نام نادر جان تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی شادیانه خاطرمان و تاریخی را باز با یک صحیفه نوی کتاب شهنان همراه کردیم. با ما باشید. با شبکه شهنان سلامت باشید.